دم پارتی حالیده ترک اولو اندام مجلس لی ازمیت بجنان رجوین لدارخست. ده جوین ده هات دیار کرن که تفگر آجنین لترکیه ده دیرو که ده لدجی سیاست آشر آشتی پیشخستیه و ده ایروژی جبو آشتی تکوشین بکرن. بیشتران دیار کرن که ده پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ته چارەسەریya پرسکریکا کرد ته واتای دموکراتیک بونا ترکیه و بالکشاند سروان خالان. جبو ماینده کرنا آشتیا جواکی پیوست جن پیشنگیا پیواجوی بکن. لوره دوی قانونا پیوست وره آمده کرن. جی جن تیده جیه نکرن و مخالفت جواکی نکه و تفگره بنگه که تکوز یا آشتی آرامی و دموکراسی نایاوا کرن. جبو پیکاتنا آشتی و آرامی پیوستی به زمان پوزیتیف و آشتیانه هیه. دوی رایدار دستلاتاری و مدیا ترکیه زمان چکر بکاربینه. جبو ویجی دوی همو دینامیک جواکی بکوه نوالو و تفگره. سیاستمدار و روشنبیران دوز آزادی فیزیکی یا ریبر عبدالله جالان کرد. روشنبیر و سیاستمدارین لباجار دربسیه فکارین خواهین لسر تجریتا بردوام یا لسر ریبر عبدالله جالان زمان و گوتن را کرنا تجریته و جبو سرکفتنا پیواجوی ببه گاوک گرینگ. اندام یکتی روشنبیران دربسیه عمر شیخ موسکوت ریبر عبدالله جالان اینسیاتیف کرد سرملی خواه. تفگر آزادی کردو گل کردچی گاوین دیروکی آویتن. دویا بو هتا نها دسلاتاریا ترکیه جی گاو باویتا. سالک در بسبو یهینا تجدید لسر ریبر اپو دوام دکه. تجرید تی و تیقلس کرنا رولا سیاسی ریبر عبدالله جالان کرد و قبول نکن و داخواز آزادی ریبر اپو دکن. دوی ترکیه جدی تف بگره. اندام پیده سیو معیشی گوت ریبر عبدالله جالان خودی نیرینک سیاسی برفره و سر مذکرفان پیواجوئیه. خویاد که که دستلاتاریا ترکیه هول ده رولا ریبر اپو خلص بکه و گل کرد جبو 100 سالین دنجی بخاپینه. معیش گوت اگر نیت آوان یا آشتی و چارەسەری هبه دوی دملدت تجدید راکن و ریبر عبدالله جالان آزاد ببه آشتی یکالی چنابه. سانسورا لسر کردی پیوا کردیال گرتکال مجلس هات جبرن. دوهل مجلس ترک جبو بودجه وزارت کار هندرین وره آماده کرن نقاشاتن کرن. دوان نقاشانده هن پیوین کردی هاتن بکارانین و ده گرتکی ده چی کرتن. لپشتی دمه که ایف پیوین کردی جی آلیه سروک مجلس و جاره کردن هاتن جبرن. لسروی که نرازی بونن مزن لگل کرد را درکتن و شکین وان ین درباره پیواجوی هاتیه دست فکرن و سیاست دولت دست دبون. هر وها اف فرساته کرن. گلو دولت ترک ده سیاست خود چه کاسی سامیمیه؟ لگل راپور نخوشخانه ایجی گرتیه به نخوشی گران حاکی گرن نایبردان. حاکی گرن لنخوشخانه ادنه هات درمان کرن و ده 15 جوتماه 2025 ده تشیش سا سکندر پارکینسونیزم هات کرن. حاکی گرن 7 سال نگردیگه هته گرتن. گلک نخوشی وی هنه. جبر و گرن پیوستین خوین خوششتن پاقشی و خوارن بالیکاریا گرتین دن این قوشه بجیتینه. لگوری راپوره گرن بتنا سریخواه نکاره کنجین خواه لخواه بکه و ندوه آسته ده یکو کاره به جگرتیگه جنان لگرتیگه جیان خواه بردوان بکه. پارێزەر و مالبات حاکی گرن دیار کرن که اف 7 سالن دگرتیگه ده و گوتن او نکاره پیدوین خواه ین روزانه بجیب بینه. در راپوران خوشخانه ده اف راستی هاتیه زمان هم دخوازن جزای مایی لمالی بکشینه. لی دوزگری سرلیدان پارێزەر و مالبات رد کرد. مالبات گوت که بریار نه حقوقیه تولدانک سیاسیه. او هدا مردینی جی جبو بردانا گرن لسر مدیا دیجیتال دست به کامپانیایی که کرد. هر روه حکومت دمکی یا سوریه ده دادوری ده شفاف و برفرهی نشان ناده. رخصنا هومن رایت واچ هر روایت ایکلداری روش سوریه راپور آماده کرد. در راپور خود وحد بیشه
دسلاتاری دمکیا سوریه سوزن پیکانین عدالت برفرش بو قربانین آلوزیا سوریه پیک نانینه. دسلاتاری شامه ده دانازینا دستوری ده عدالت و وکویه پیک ناینه. هر اوی بانگل دسلاتاری دمکیا شامه کرکو بریارن جدی بده و جبو پیکانون عدالت گاوان باویجه و هاد بیجه. کمیته هتان ها نخشره که زلال را نگهاندنه و حساب جی سوچداران نپرسینه. هر اوی گمان خود سر سردگرتن دوزگری حرمی ده جی جبو وحشت آنی زمان او گد جبر نبونا ایراده سیاسی روشک نگنگاز هیه. هر اوی جبو که دسلاتاری دمکیا شامه پیک بینه 5 خال ریز کرن او ده بیجه دوی نخشریه که زلال جبو عدالت و حساب خواستن جهمو آلیان و ردیار کرن. دوی پیشکستن هفکاری به مکانیزمای ناونتوی یا به آلی و سربخار کار بکرن و عدالت سازکار ببه. دوی چکسازی قانونسازی بلزگینی وره به جیهانین. دوی تولیبونا لدادگاه کشتنان یا ناونتوی بکوره. آسو محمد پدکی لکرکوکی دنگین کردان شویداندن. برپرسیار ینکی کرکوکی سلحاتین آسو محمد به داخیانی که اشکره کرکو ده ششمین البجارتین پارلمانتو عراقی ده گلک دنگین کردان لکرکوکی هاتن شویداندن. آسو محمدی دیار کرکو عربان لکرکوکی جسدی 38 و ترکمنان جی جسدی 16 دنگ بدست خستنه. آسو محمد هری داوی گوت هجماره که مزن جدنگ کردان هاتن شویداندن. لیلگوری انجامین هایی کردن لکرکوکی هجماره پیویستیا کرسیان بدست نخستن. سدم آویجی پدکه بو سدم که لکرکوکی گلک دنگین کردان بشویدن. چتین دولت آتر کسک کشتن و یکشی بریندار کرن. چتین دولت آتر که داگرکر لگندین دیر هافره گلل سر عبدالله الموسا الحسندان او کشتن. عبدالله النوسا دماکو به عربه سوتمنی جگند جیب عبید دبر باجار من بچه راست ایرشا چتین دولت آتر که تو هاتا کشتن. الموسا جگند جیده یک کانتونا فراته یه اول من بچه دما. چتین دولت آترکا داگرکر دوهل باجارو که مختا هجر کبرجی والاتی یک بریندار کرن. والاتی بریندار را کرن نخوشخانه یا من بچه. ترامپ امریکا و F-35 بفروش عربستان سعودی. سروک امریکا دونالد ترامپ دیار کرد که پرنس ولیهات عربستان سعودی محمد بن سلمان و ایرو بچه واشنگتن و لقصر سپی پیمان فروتنا بالافرین شر این F-35 جبو ریاده امزه بکه. اسرائیل اجرا گاند که او هویدارن فروتنا F-15 به تولیبون عربستان سعودی آلنا و پیمان ابراهیم پیکوره. چاودرین سیاسی جی دستیشان کرن که داخواز اسرائیل اوه که ریوبریا سعودی لدیجی روا کرنا دولت فلسطینی در بکوه. تیپا این که ترامپ و بن سلمان ایرو لخصر سپی درباره مشاره ده داخیانی که بدن. جبر سوچین دج مروی سرک وزیر بره بانگلادش به داروکرنه هات جزا کرن. دادگاه سوچ ناونتوی یا بانگلادش به سوچ لدیجی مروایی جزای داروکرنه لسروک وزیر بره یا بانگلادش شیخا حسینا بری. لگوری بریارا دادگاه سروک وزیر بره شیخا حسینا و وزیر کار هندوری بره کهان کامال لبر چالاکین خوندکاران فرمانا کشتنه دانه. هر اوها وان تدبیر پیویست نگرتنه و سوچ لدیجی مروایی کرنه. یکشی دادگران ددما دارزاندنه ده گوت شیخا حسینا فرمانا کشتن دانه و نکاریه تدبیر قانونی بگره به وی یکی سوچه ندیجی مروایی کریه. هجای گوتنه دما اف بریار هات داین شیخا حسینا لهندستان لسرگون دما.
گدار نیجان و چین مبداوی بون دم باش.